ندارد نمیپذیرد. یک همچنین شخصی است. جهان بینی که برای خودش درست میکند، جهان بینی که میدانید اون چی؟ یعنی نوعی نگریش به جهان، و این معنا که انسان بخواهد بداند که آیا این جهان مبدأ و آغازی دارد، معاد یعنی پایان هم دارد، پایانش چیست؟ آیا این موجودی که ما به نام انسان میشناسیم آفریدگاری دارد یا خود از خود آفریده شده است؟ حالا اگر آفریدگار دارد و به این دنیا آمده است، چرا آمده است؟ هدف از آفرینش این موجود چیست؟ چی مسئولیت و چی رسالت دارد در این دنیا؟ بعد اگر آخرتی هم هست، خب راهی رسیدن به آن چیست؟ آن چی اوصافی دارد؟ چی ویژگی هایی دارد؟ به هر حال اینها یک سلسله سوال هایی که هر کسی که میخواهد برای خود جهان بینی، نوعی نگریش به جهان درست کند، باید به اینها جواب دهد. یعنی یک نفر بیاد بگه که نه، جهان مبدئی ندارد، به این معنا که آفریدگاری ندارد، خود از خود آفریده شدند، مثل هم متریالیست ها، اتئیست ها. خب اینم خودش یک نوع جهان بینی است. بعد بر اساس این جهان بینی، بر اساس این طرز تفکر، ایدئولوژی خودش رو درست میکند. یعنی جامعه باید چگونه جامعه‌ای باشد، انسان باید چیکار کند. به هر حال این بحث جای خودش، من اینجا نمیخوام ترک کنم. اما یک نفر میگه نه، باید به اینجا برسد که جهان خدایی دارد. بعد دیگه این نوعی نگریش این فرق میکند از شخص اول. این باید دیگر این باید ارزم به حضورتان نگریش این فرق دارد. یعنی انسان به نظری این انسان دیگر است. یعنی انسان به نظری او، از دیدگاه او، شخصی است که آفریدگاری دارد و هدفی از خلقت و پدید آوردن آن دارد. به هر حال حالا روشنفکر که گفتیم اولین ویژگیش عقل گرایی است، وقتی میخواهد برای خودش جهان بینی درست کند، این جهان بینی باید تکیهگاه عقلی داشته باشد، خرد پسند باشد. خب یعنی اگر بگوید خدا دارد، جهان خدا دارد، این اعتقاد، این اندیشه باید از تکیهگاه عقلی برخوردار باشد. ولی من خیلی ساده ترگم، فرض کنید مثلا من میگم که حالا صلوات برسانتون، مثلا من میگم که فرض کنید مثال های عقلی فلسفی زنم. حالا فرض کنید من میگم که این مثلا حالا خیلی مثالی ذهنم بیام آمده است، 5 × 5 = 25. خب یک نفر میگه که به چی دلیل؟ میگه که خب 5 × 5 = 25 که این دیگه از مسلمات ریاضیات است، اریتمتیک است که همه قبول دارند، کسی هم این کار نمیتواند بکند. یعنی یک نفر آخر شما بگید 5 × 5 = 26 میخندد، بگید که نه اگر شما دیوانه هستید، 5 × 5 = 25 یا 2 ضرب در 2 = 4. یعنی همچنین دلیل عقلی دارد بر این. درست؟ خب وقتی که انسان هم میگه مثلا فرض کنید جهان خدایی دارد، یعنی همچنین جهان بینی برای خودش درست میکند، باید این جهان بینی تکیهگاه عقلی داشته باشد، مثل همون 5 ضرب در 5 = 25. باید بتواند دفاع کند انسان، یا برای کسانی دیگر توجیه کند. هم دوستان آخر، یا مثلا در ارزیابی درستی و نادرستی افکاری که با آن مواجه می شود، باید بتواند آنها را با منطق عقل بین آنها درست و نادرست جدایی اندازد، تمیز کند. خیلی سخت این. یعنی باید انسانی باشد که گوش کنید درستی را، مردم را با معیار درستی بسنجد، نه مردم آینه درستی باشند. به عبارت دیگر فرض کنید